این غذا قطعا جزء 10 تا غذای خوشمزه‌ایه که تا حالا امتحانشون کردیم. اول بادمجونا رو پوست میگیریم، سرخشون میکنیم، میذاریمشون کنار. بعد گردوهامون آسیاب میکنیم، پیاز رو رنده میکنیم یا آسیابش میکنیم، تو روغن تفت میدیم، گردوی آسیاب شده رو اضافه میکنیم و تفت میدیم. میتونین از سبزی‌های معطر شمالی استفاده کنین. اگه ندارین نگران نباشین، سبزی‌هایی که میتونین استفاده کنین رو داخل کپشن براتون مینویسم. سبزی‌ها رو تفت میدیم با رب آلوچه یا رب انار. بعد آب میریزیم و میذاریم تا به جوش بیاد. بادمجونامون رو از وسط یه برش میدیم، از موادمون داخلش میریزیم، بقیه مواد آب میریزیم تا به جوش بیاد. بادمجونا رو به مواد اضافه میکنیم. حدود نیم ساعت اجازه میدیم تا مواد به خورد هم برن. میتونین از گوجه هم استفاده کنین. چند تا دونه گوجه برش می‌ذاریم و داخل مواد میذاریم. غذای خوشمزه ما آماده شد. نوش جان.